ببین. اعتماد بی‌مرز گاهی میتونه مرگبارترین تصمیم زندگی تو باشه. گاهی حتی عشق و اعتمادی که سالها ساختیم میتونه به شکل غیر منتظره ما رو ترک کنه. مثل داستان جسیکا، همین ویدئویی که الان دارید میبینید که سالها با یک حیوان محبوبش زندگی کرد، اما پایان قصهشون واقعا غافلگیر کننده بود. گاهی زندگی ما رو با موجوداتی آشنا میکنه که از جنس دنیای ما نیستن. حالا فرق نداره انسان باشه، حیوان باشه، چی باشه، اما قلبمون با اونها یکی میشه. جسیکا سالها با حیوان محبوبش زندگی کرد و با اون شنا میکرد، حرف میزد، حتی رازهاش رو در گوش اون و امواج نجوا میکرد. اصلا یه رابطه فوق‌العاده عاشقانه با هم داشتن و این رابطه واسش مثل یک معجزه بود، معجزه‌ای که همه دنیا درباره‌اش حرف میزدن. در تاروت موجودات بزرگ دریایی مثل نهنگ‌ها، دلفین‌ها میتونن نشونه یا نماد احساسات عمیق، قدرت پنهان یا حتی خطرات زیرپوستی باشن. در فال دریا نماد ناخودآگاه و احساسات عمیق هستش و حیوانات بزرگ دریایی میتونن